الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. یک از اجرهایی هست که انسان در جای نشستگیش میتوند که ثواب بزرگ حاصل کند و از جمله برای اون طهارت داشتن یا اینکه مثلا در حالت جنوب بودن اون کار کرده میشد یا نه، بله میشود مانند ذکر که چقدر در روایت مسلم آمده است. روایت میکند میگه نزد نبی صلی الله علیه و آله بودیم، میگه صحابه کرام سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه میگه که ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم، میگه پیامبر کریم صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا نمیتونه یک نفری که کسب کند در جای نشستگیش حتی در یک جاش 1000 ثواب بگیرد؟ پس پرسید یک پرسنده میگه از ما هم نشین های پیامبر کریم صلی الله علیه و آله پرسیدند که چه خیلی اون نفر 1000 حسنات در یک نشستگیش در یک جا مثلا میتواند که حاصل کند یا اینکه در یک راهی رفته استگیش حاصل کند؟ پیامبر کریم صلی الله علیه و آله فرمودند که وقتی که انسان تسبیح میگوید 100 مرتبه، به خاطر که وقتی که انسان یک کاری خیر میکنه در نزد الله 10 نوشته میشود. وقتی که 100 بار که سبحان الله مثلا که الحمدلله که وقتی گفتی نوشته میشد که برای همون 1000 حسنه و بخشیده میشد از همون 1000 خطاگی هاش، گناه های صغیرش به همون ذکر از بین رفتن میگیرد. و این مسلم این روایت کردگی است که دیگر که از کدام نفری که در روایت دیگر میگه که سبحان الله بگد 1000 یعنی که 100 مرتبه وقتی که سبحان الله بگد میگه نوشته میشد برای اون 1000 حسنه و بخشیده میشه برای اون 1000 سیئه‌اش. تصور کنید که چقدر یک بزرگی هست که این ذکر در حالت جنابت هم میتونیم که ذکر کنیم، در حالت بی طهارتی هم میتونیم که ذکر کنیم، در راه هم میتونیم که ذکر کنیم، در جگاه ها من خواب باشه میتونیم که ذکر کنیم. این روایت مسلم آمده است و در طریق دیگر آمده است که وقتی که همون انسان ذکر میکند هر یک ذکر کردگیش 10 ثواب هست. این چیزی که در آیات قرآن از تحت این علما میگن که وقتی که انسان یک کار از حدیث های صحیح هم نیز آمده است که هر یک کاری خیر 10 برابر داده می شود. هر یک کاری خیر از جمله ذکر، صدقه، هر چیزی که نباشد. اینه که پیامبر کریم صلی الله علیه و آله گفتنی هستند که ما این فرصت دست ندیم و این نبگیم که شیندن و عمل کردنش نصیب روزی همه ما شما بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.